برات پسر زیلال، برات دشمن جانیم، این توی برات دامادم. بله، برات این منم. در آستینم ما را جای کردم و خودم خبر ندارم. آقای حامد نپرانید. اگر فکری مرا نکنید فکری دخترتان را کنید. خودتان را بیهوده قاتل میکنید. چرا بیهوده بوده اعصابم را برابر میکنم؟ یک طرفیز جلال، یک طرفیز بگویم، یک طرفیز. مادر جان ایستید مادر جان. فراندن خواهی مرا برانهامی آخر روی حالا جوان است رحم کن آخر. مادر جان آرام شوید. بیرانی من هم جوان بود با او گیره هم کرد. نه آزیلال با او گیره هم کرد. یک طرفیز بگویم دخترم. شما چیکار میکنید؟ این پسر زیلال است، این برات است، دشمن جانی ماست. شوهری من است، شوهرم. از این پدو شوهری تو نیست. پدر از برای خدا این کار رو نکنید. تو چی هم بگویی دخترم؟ این شوهری گفته قاتل پسری من است. من انتقامم را گیرم. زیلال را طاهر نکشته است که انتقامش را از طاهر بگیرید. یک طرفیز را بپرانم. این طرف باشه مرا هم کشید. یک طرفیز گفتم. زینب بخود زینب دست گفتم. پیشی چشمانی تو رو خون گرفته است. تو میخواهی به خاطر دوای خونی دخترت را قربان کنی. زینب بیاید هر چیز زودتر زینب را با نقطه تی ببریم. زینب جان حاضر فکر زینب را کردن لازم. مرومی و بند رفتی فرید دا بگوریزان ایسته حضر کنی رو کرد باید این را دستگیر کنه. نگوریزان بطی مارتین دا زودتر مارتین اوکی رشید مارتین نپرانید پدر، نپرانید. خاله جان شما خوب فکر کردید؟ میده التماس یگون کاری خطایی نکنید. آخر تشخیص خونش خوب برآمده بود. هیچ نمیفهمم چرا یک بار تغییر یافته باشد. آقای حامد مرا کشتن خواستند. این به زینب تاثیر رساند. دلا باید تشخیص را از نو گذرانم. شرف در بیرون تو را انتظارم که بکشم. تو باشی دوری رفتار میکنی که گویا چیزی نشده. مادر خواهش میکنم احوال زینب را دیده ایستاده اید. چرا انتظاری حامد؟ دشمنت در درون است، رفته پران. آخه که وقتی دخترم در این حال است چطور رو پرانم؟ مگر یگان دختر دیگر هست؟ اول زینب به خود آید. دخترم احوال زینب چگونه است؟ دلا گپ زن. زینب چی حال دارد؟
احوال زینب رو از دامادتون پرسیدم. اکی دیگر دامادی من نیست. بله همین طور. بیشاگی ها دیگر داماد ندارن. آقای طاهر دامادتون هست یا نه نمیدونم، اما زینب دخترتون است. اگر همین طور دوام دادن گیرید او را خودتون میکشید. اما کی حمید؟ دیدار راست میگوید. دوای خونی رو فراموش کنید. کاری شدگی شو. زن تو به کارهای مردان بینی نخلان. دخترم زینبکم، دخترک شیرینم، دخترک خوش رویم. نپرانید پدر. زینبکم نپرانید. احوالش چطور است؟ کمی بهتر شد، اما تو از نو تشخیص نگذارانم. چیزی گفته نمیتوانم. اگر با او یگان چیز شود. زینب همسری من است. اگر با او یگان چیز شود من هم زندگی کرده نمیتوانم. زلال خرسند نشو. تنها به خاطر سیاد شدن زینب پسر زنده میماند. تا برات نمورد این دعوا به آخر نمیرسد. دعوای خونی رو فراموش کن حمید. آنها خانه‌دار شدن. خانه‌شون رو ویران نکن. آن خانه باید ویران شود زلال، باید ویران شود. چیزی در عرف عادتمان باشد باید اجرا شود. فهمیدی؟ فهمیدی؟ کلی را گرد. تو برای چی به اینجا آمدی؟ کلی تا شو. حاضر وقتش است. رفت از اینجا گریز. خاله زلال راست میگویند آقای طاهر. زلال در تلفن تو رو جک میزنند. با من کی زنگ میزده است رئیس؟ باور کن نمیدانم. کی بودنش رو نگفت. تو پنهانی به بیشاگی ها خدمت میکنی میدانم. حامد دکتر را مانده میروی؟ اگر وی گریزد چی؟ رفته او را پران. اگر مرد باشی او را نپرانده نای. ما را شرمنده نکن. چرا من رو در بین میگذاری زلال؟ من به کار شما دخل ندارم و من از دوای شما چی فایده؟ پسرم را تنها نمیگذارم رئیس. این نخوی نگذار. مادر خدا تو به خود آمدن زینب آنها ما رو نمیکشن. میلش پسرم، خودت میدانی. من رفتم. آقای رافع چی میخواهی؟ گوش کنید آقای رافع، دخترتون را خواستم، مرا فریب دادید، با کشتنم دست برداشتید. فکر نکنید که از دم مرگ گشتید گفته رحم میکنم. یا دخترتون را میدهید یا همش را به حامد میگویم. وای بی ناموس، حالا هم عقلت به سرم ناآمده است؟ بله عقلم به سرم ناآمده است. این دفعه رحم نمیکنم. ایستا مالش من راضیم، اما به من کمی وقته. ما این کارهایمون را اول حل کنیم. دخترم از تو میشم. خیر روک نود.
باید این دختر نگریخته مرد، وگرنه نمیدونم این ابله چی کار میکند. امید حیفی تو اینقدر ترسانچک بوده ای، یک کار را حل کرده نتوانستی. چی کار میکردم اکا؟ آخر احوال زینب را دیدید کو؟ آن بیناموز را پرونده نتوانستی. من تو را مرد فکر میکردم امید. خدایا با من صبر ده. آخر زینب دخترم میمیرد. زینب را مان برات دشمن خونی امان است، میفهمی؟ اگر گریزد چی؟ باید چی کار بکنی؟ نمیگریزد اکا، نمیگریزد. خیر تو همین طرف تماشا کردن گیر امید. نه تو را کشته نمیتوانی، میترسی. حیفی تو او میگریزد. نمیگریزد اکا، نمیگریزد. چکل میگریزد؟ تا زینب سیاد نشود به هیچ جا رفتن نمیتواند. اگر رود چی؟ اگر زینب را پرداخته گریزد چی؟ همه نقشه هایم برباد میرود. وای کارها خوب نیست. راست میگویی زهرا. از آقای حامد خواطرم. در اینجا چه کار میکنی؟ احمد لبای اینجا بیا. با کجا میروید پدر؟ با فکرم رفی چی کاری کردنی؟ انشاءالله پدرم با اکای طاهر ضرر نمیرساند. این را بینوده من هم خواطر شدم، باید زنگ زند. انا الو خاله زلال، این منم یلمز. یلمز پسرم. یلمز است؟ یلمز ولو کدی بسری برفین اومده رو میدونی؟ ها میدونم خاله زلال، همش رو میدونم. شما ایستید گریه نکنید، زخم نشوید. برفین نجات یافت. ها برفین نجات یافت. چی؟ نجات یافت است؟ ها خاله زلال، برفین را پیشتر از من اکای رشید نجات داده. رشید برادر جمیله. برای یافتن برفین به من سراغ اکای رشید لازم است. اگر در دهه یگان نفر داند. نترس برفین، در اینجا کسی ما را یافته نمیتواند. خدا از شما راضی باشد، با کمک شما راه یافتم. آخیش تو خواهرم هستی، چطور تو را در آنجا میگذاشتم؟ چی؟ اکا بیبیان و اماک بدر چه حال دارند؟ در کجایند؟ پدرم بعد مرگ جمیله طاقت کرده نتوانستند. بیبیان باشند از پدرم پیشتر وفات کردند. جمیله حیف شد. بله، بعد از مرگ جمیله ما هم پریشان شدیم. به خدا حال آرزوی من تنها احمد را یافتن است. او را یافتن میخواهم. من در کجا بودنی احمد رو میدونم. میدونی برفین؟ بله، دولت احمد را صاحبی کرد. او حاضر در اینترنت است. چی گفتن رو نمیدانم برفین. احمد را با من رساندی. خدا تو را به خانه و درت رساند. سراغه رشیدی پسری بدری را داری؟ نه، اما میابم. چرا میپرسی؟ اگر زحمت نشود همان سراغه را میافتی. میابم. یلمز در کجا بوده است؟ در کجا بودنش را نگفتم اکی شهباز. رفتیم گلا، پسرم را تنها نگذاریم. من سراغش را بیابم. بیا رفتیم. آقای رافی چیکار میکنید؟ بسیار گپ نزن، از پسم بیا. براتم تنهاست، خدا از این ظالم ها پناه دارد. خونی زینب رو تشخیص کردم امروزی. بسیار گپ نزن وگرنه میپرانم.
فکر زینب را کنید آقای رافی. پیش درو راهگر. کنی راه گرده زودتر. سینون در اینجا چی کار میکند؟ باز یگان بلا را به سرمون میارد. رفتیم از اینجا. وای 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 که ها را میبینم خدایا. کنیستید با کجا میروید؟ با کجا سراسیمهید؟ این دختری مشهور پسری تو بود از کو؟ ها پسرم چه شد است؟ خیلی خوب. دختر برات بود است ها؟ در نبودنم که هایی که نمیشود. قزبون؟ کن یک طرفی. تو هم یک طرفیست. رفتنمون لازم. سالهای دراز پسرم مرد است گفتم مردم را فریب دادی. تو چقدر زنی مکار بوده ای. به خدا از تو ترسیدن لازم. مرحمت دروغگوی. کنی راه گرده. رفتیم. برای زلال سراغ لازم است. نبت سراغ محله قاج سینان 354 بینای 3 خانه 5 شهباز. بخیر سینان. انا با گپم ایستادم به تو دخترت را آوردم. کزبان های کزبان کنی اینجا بیا. دختر جانکم. کزبان جان. پدر جان. دختر جانکم. پدر جان. شیرینکی من. پدر زود میخواهم. پرس دخترکم. درست است که دختر برات است. این دخترم تو چی خیلی آدم هستی ها؟ اومدن برای من باز قیمت رو سر کردی. حالا هم عقلی تو به جایش ندار آمده. کنی زود رفت برای ما خوراک آماده کن زودتر. این چی خیلی دختر هست خدایا توبه. یبلا شهباز مسئله زمین را چیکار کردی؟ سینون میدونم که در پیش انتخابات است. اگر آشکار شود من مردم. نمیموری شهباز. در پسد ما هستیم. زمین به دهه شما داخل می شود. این مسئله پوشیده است. آن را کشادن لازم. زمین را از رما گرفته و شوقت می دهی. فهمیدی؟ کار تمام. این کار زودتر حل کن. سینون بین جایی برفین و یولمن رو یافتم. این شروع باشد. بیچاره زیلال دخترم را هایفته خورسند است. چقدر دیگه همون رو یاد کردم. خسته نباشی. قزبان خوش آمدی. تشکر. با فکرم باید دیگر نمیرم. راست تماما برگشته است. وای آدوی چوپان. حتی تو را یاد کردم ها. در نبودنی من در دهه 28 سال شده است. دکتر فراد است. از کجی به تو میگویم. توبه کردم. چوپانی بی سواد. وقتی به اینجا اومدنش خیلی سرکش بود، اما حاضر باشد یکی از طلبه های پیش خدم. مرحمت. احمد اکای رشید. اکا جون. دادرکم اکا تو را سخت پزمان شدم احمد. خدا رو شکر که کلان شده ای. مرا چی طوری افتید اکا جون؟ با کمک اپای برفین. اپای برفین؟ اپا جون چی حال داری احمد؟ خدا را شکر خوبم اپای برفین. خوب شد که مرا از تشکیلات رها کردید. شما هم از تشکیلات رها یافتید؟
صد شکر که رها یافتم. پدرم و بیبیم چی حال دارن اکا؟ هر دویشون از دنیا گذاشتند. همش با گناهی من شد. اپای جمیلم رو کشتن. اویلمون رو پریشان کردن. گریه نکن احمد. اون وقت همون جوانی بی عقل بودیم. ناموس گفته یک ردی کردیم. حیاتمون رو سوزوندیم. اما اکنون همش تغییر یافت. همین طور نه احمد. از این پس همش خوب می شود احمد جان. دیگر با عقل خودمون کار میکنیم. معلمات هم تو رو تعریف کرد. آفرین دادرکم. خوان و خودت را از دست نده. ها اکا جون میخونم. آفرین دادرکم. ها کلان شوی کی بشوی؟ دکتر شود. دکتر بودن خیلی خوب است. پسرم؟ پسرم آقای طاهر در کجا باشند؟ پسرم در کجایی؟ برات میدونستم که همین خیل می شود. کاش پایم می شکست و نمی رفتم. تو رو تنها نمی گذاشتم. پسرم را با آنها نمیدهم دیلا، نمیدهم. استطاله جان چی واقع؟ آقای طاهر نیستن زینب. راهدار آقای رافی ما رو به کجا میبرید؟ راهدار نغمه نکن. کنه احمد بریخ هجراهاش رو گیر. ایست طاهر ایستا. احمد یک طرف ایست. کجا؟ سرده یک طرف ایست. یک طرف ایست ببیم. احمد سرده احمد سرده با تو ببیم سرده. خاله جان امیر در را کجا؟ زیرال امیر کرده ایستادایی. امیر سلاحات را فرار. خاله جان بس کنید. بیچارم در کجاست؟ من از کجا میدانم پسرت در کجاست؟ بس کن. کنی بگوی جای براتم را بگوی. بیچارم در کجاست؟ کنی گپ زد آمی. آروم شوید. زیرال با پیسرم چیکار کرده آمی؟ زیرال گفتار نشان با خدا نمیدونم. آقای رافی التماس برای چی این کارو میکنید؟ برای آن که تو نگریزی. تا وقتی که حامد را راضی میکنم تو در همین جا مرگت را انتظار میشوی. فهمو؟ شما بزرگ خانه هستید. من کردن دعوای خونین وظیفه شماست. دهانش را نغز کرد بند احمد تو بگه آقای رافی گوش نکن. احمد دمت را گیر. خاله جان بیسرم کجاست؟ بیسرم کجاست حامد؟ رفتم. زیرال با خدا گفتم که نمیدونم. کجاست؟ تو بگوی از نزد دور نمیشوم حامد.
پسرم در کجاست گفتم؟ زلال گفتم کن نمیدانم. به من گوش کن احمد، اگر به کسی گپ زنی همه چیز هایت را از دستت میگیرم. دخترم را هم از تو جدا میکنم، در خط راه میمونم، زبانت را میبرم. فهما؟ به کسی نمیگویم. Gölgeleri serin dere kuşlar dönmüş yuvasına ben beklerim canım dele yandım anne میپرسم پسرم کجاست؟ زلال کجاست؟ زلال به خدا که نمیدانم گفتم. پسرم کجاست؟ سلاحت را فرار زلال. حتی نگویم سلاحت را فرار. ایستید. سلاحت را فرار. حتی میگویم فرار. بس کنید. من را زیر کن امید. اما اول در کجا بودنی برات را گپ زن. تو دیوانه شدهی زلال. من از کجا میدونم؟ شاید ترسیده کوی اختباطم. شریمت مادرش و همسری دیوارش را پرداختن نمیکنیدم. باران این قدر دیرخت نیست. باران در تو غلام را باران. هنی باران مگر که آدم توی زمین توانی. باران غلام را زیر کن. نمیتوانی ها. اکنون رو باران از کجا گرفته باشن در همانجا کار. رو گفتم. دب بس کنید. بس. دختر رفتیم خدا جان رفتیم. زینب اون رو بیسیدی من رو کشته بینمون کردم. رفتیم خدا جان. پدر با طاهر چیکار کردی؟ زینب خدا هیچ کاری نکردم دخترم. هیچ کاری نکردم. یا خدایا رئیس من از کجا میدونم که بارون میبارد؟ تو اول کار رو حل کن. همان مردم یک دیه آخر همه 4-5 متر زمین تیرهای گبه. این کاری شما به انصافی است. تشکیلات رسما زمین ما رو از دستم گرفته به آدم خودش دادن میخواد. این گپ رو از کجا میبری؟ این طور نیست. دولت اینو میخواد. فهمیدی؟ مادام این طور نیست بگذار حاج اشرف دوباره ما شوند. هرچه آن کس حکم کنند همان میشوند. خدایا توبه. گوش کنید حاج اشرف مراد هم به فایده ما گپ نمیزنه. تو چی ها میگویی؟ در پس تو سینان ایستاده است. همه این مسئله رو میداند. زمین از تو میشود. خواتین نشو کرد.
عددی بارونم کم شد یا تر نشده روید هوا رو بینا در این فصل بارون بورید همه جا پوری آب شده است عددی دار پور شده ایستاده است کلی رفتیم چرا خاموشید پدر؟ گپ زنید. با طاهر چیکار کردید؟ دخترم باز بیمار میشوی. بس سوالم جواب دهید پدر. آخر دخترم به خدا نمیدونم. اگر میدونستم چرا نمیگفتم؟ به خدا چرا پنهان میکنم؟ به خدا نمیدونم دخترم. آخر وقتی که تو در چنین حال هستی چرا نگویم؟ امک جان یا امکان کاری شما بگید با طاهر چیکار کردید؟ تو دیوانه شدی زینب. من به او چی کار دارم؟ این دعوای پدرت است و من دخل ندارد. زینب دخترم ینگه کمک نداره به حجرش بریم. دخترم زینب کنی دخترم آهسته احتیاط شو آهسته. زینب به پا خیست حمید. وقت کشتنی برات رسید. اکا آخر او در هیچ کجا نیست. من او را پنهان کردم در غار سنجتک. دست و پایش را بستم. مرگش را انتظار است. رو این کار را تمام کن. بیمار می شوید خاله جان. بعد از دست رفتن پسرم مورم بهتر است دیگه. این قربانی شستن حل نمی شود دیل. باید فهمیم که آنها با پسرم چیکار کردن. استید خاله نروید. آخر هوا تاریک شده ایستاده است. خدایا با او کمک کن. او را از دست این ظالمان نجات ده. خاموش آقای حامد مرا رها کنید. آقای حامد دمت را گیر. فکری زینب را کنه. خاموش آقای حامد مرا رها کنه. خاموش التماس آقای حامد دمت را گیر. اگر من مورم زینبم نمورم. خاموش آقای حامد لعنت بر تو. آقای حامد اگر من مورم زینبم نمورم. خدا حمایت کن. این طور بهتر است. این طور بهتر است. اشهد ان لا اله الا الله.
از نزد او می آید همین دفنه. پدر جان التجا میکنم از برای خدا در کجا بودنی طاهر رو بگویید. دارم به خدا از آقل خانه می آیم. دروغ نگویید پدر. باید چی کار کردید؟ چی کار کردید؟ در کجا بودنی طاهر رو میدانید؟ شما او را کشتید. از برای خدا جایش رو بگویید. باید چی کار کرده؟ براستی من هیچ کاری نکردم دخترم. در غار سنجیتک پینهان میشوم گفتن زیر آب ماندم مرده است. من او را نکشتم دخترم. آقای طاهر نه زینب دخترم زینب دخترم زینب ایستا دیلو دخترم خیلی به من کمکم به خدا باز بیمار میشم. دیلو رفتیم او را باز داریم رفتیم. من به نزد رفیقم رفته در آنجا میستم. تو براحت باش برفین. تشکر آقای رشید. پگاه تو را به دیه میفرستم. خدا از شما راضی باشد. از تو هم خدا راضی باشد. با کمک دادرم را یافتم. شکر خدا که به نزد مادرم اکم و شوهرم میروم. آقای رشید با آخری راه رسیدی مژده. دیگر جای گریز نداری. خوب هستی برفین؟ میگریزم در وقتش اومدید. او کیست؟ از تو چی میخواهد؟ از تشکیلات است. ما رو به حالمون نمیگذارند. کاش زودتر به نزد یلماز روم. تو را خوب کن. من در همین جایم. کسی به تو ضرر نمیرساند. دکتر اکرم جانم، خدا رو شکر که به خدا برگشتی. کلبان جان، اگر با تو یگان چیز میشد، اگر به سرت یگان بلا می آمد،
من چی کار میکردم جانم؟ دخترک شیرینم جانکم دیگر نرم که بی تو من میمورم. قیبون جانی من خواب کن. زینب ندارم دخترم. زینب دخترم ندارم. زینب گریخته است. آقای طاهر. زینب دیلو دخترم کمک کن. برون براره. آقای طاهر زنده است. برون براره. دخترم کمک کن. بیا. خوراکی گرم آوردم. گیر زلال خور. تشکر. احوالش طور است؟ شکر خدا نجات یافت. البته به خود می آید. شکر که در وقتش رسیدی. نباشد بیچاره نفس گیر شده می مرد. او را چطور یافتی؟ از پسی حامید نظارت کردم. این طور بهتر است. بله بهتر است. بیسرم. مادر بیسرم، شکر که چشمانت رو کشودی. مادر جان بیسرم، همین که صحت شدی از این دیه زود بر اومده را. اگر اون ظالمون زنده بودنت را فهمند باز قصد جانت میکنم. مادر زینب بیمار است. او را تنها گذاشتن ممکن است. بهترش فکری خودت را کن پسرم. مادر او همسر من است. غیر از این بیماریش بسنین است. او را پرتافته رفتن نمیتوانم. دخترم حیفی تو حامد، یک آدم را کشته نتوانستی. آخیرکا از آنجا چطور رها یافته است نمیدانم. چطور رها یافته باشد؟ کار تو چی؟ رها یافته است. آخیر اون رو از کجا میابم اکا؟ از کجا میابم؟ رفت زلال را تحقیق کن، او تو را به نزد طاهر میبرد. اکا شما از زینب چشمتان را نکنید. اگر او زنده باشد چیکار کردنش معلوم نیست. تو خواطر نشو حامد. بله شکر. باید از دست حامد کشته شود وگرنه من خلاصی ندارم. الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم. عمر این کتاب‌ها خیلی کلانن. ما آنها رو چطور میفهمیم؟ بابایم همه چیز رو به من خوانده میفهماندن. مثلا بین بسم الله آغاز تمام کارهای خیر است. درست است. اینها رو میفهمم. خدای زیروف عمر براستی قرآن کتاب بوده است. آقای تویی خوش باش دختر. زینب در کجاست؟ در خانه آقای حامد. دیلا او رو به خرابازوری دیها آورده میتوانی؟ البته میتوانم. رفتیم. بیا زینب خیز، آقای طاهر تو رو انتظار است. چی؟ آقای طاهر گفتی؟ بله آقای طاهر تو رو در خرابازور انتظار است. از دیها میگریزید. زودتر رفتیم. دخترم کنی زودتر گذر رفتیم گذر. اکا حامد این طاهر در کجا باشد؟ مادرم لازم مادرش کجا میشود؟ کنی رفتیم باش خونه. رفتیم بیرونیدیم. فهمیدم تا رها یافته باشد. اگه بنیاد رها یافته گره حامد. من این شروع میابم اکا. خودتون میدونید آخر زینب رو پرتالا به هیچ کجا نمیرود. ینگر زینب در کجاست؟ زینب در حجره است؟ یا خدایا زینب نیست؟ زینب نیست ینگر. با کجا میرود در خانه؟ زینب ینگر زینب نیست. زینب آقای طاهر زینب خوب استی طاهر؟ خوبم زینب. کنی پسرم زودتر روی. شما چی مادر جون؟ گفتم سراغه رشید رو یافته زود از پستون در دیها مردانتون خطرناک است مادر. من خودم راهی مویه کرده میتوانم. التماس روی. آقای طاهر با فکرم گریختن زینب رو اربقه فهمیدند. نیستید دیلا برای خیر خوش کردن وقت نداریم زینب. زودتر روید. روی زودتر روی. کنی بیاید زودتر گیرد آقا. کنی زودتر ها کرده. ایستا دخترت را از تک بنیاد گرفته گریخت. باید این دفعه مردهش را بیاریم. شما آن طرفش را فکر نکنید اکا. خواطر نشوید برای کار. الو برداشت. یلماس؟ بله. این منم زیلوف. یافتم پسرم. سراغه رشید را یافتم. گپ زنید می نویسم. محله خواجه سینون 354 فهمیدم. بیماری تیوم خونه پنجم. فهمیدم خاله زلال. اکنون من به جستجوی برفی می روم. پسرم همین که برفین را یافتی زود با من خبر رسون. میل در پناه خدا باشید. تشکر. شما هم در پناه خدا باشید. خدا را شکر اکنون برفینم هم نجات می‌یابد. خداوند هم از تو و هم از دل راضی باشد. خیریت مرا به اینجا فرستاد. اینجا رو میتوانی خانه خودتون حسابید. هر وقتی که خواهید بیایید. نقص کردید که آمدید و من هم از راه یافتن طاهر آگاه شدم. کاش آنها رو به اینجا می آوردید. نه پسرم، آنها رو در اینجا می‌یابند. هر چه زودتر به شهر روم بهتر است. راست میگویید. بیرون آرام است. می رویم برفین.
میرویم آقای رشید. چی باشم؟ نمیدونم. برفین! کسی برفین میگوید. با نظر نمود است برفین. دو شیرینی های با مزه اصلی تازه داریم بیاید مرحمت چند تا میستر چند تا میستر دودا زینب بیا که به دم گیریم. راهمان دراز است طاهر. اما تو با این احوال راه رفتن نمیتوانی. مجبوریم رویم. بیا رفتیم. چو ای جانوره چو با کجا رفتنم رو با کسی نگوی. آخر گفته بودی که حاج اشرف میآید مشکلی همون رو که حل میکند. اگر حاج اشرف آیند احوال رو با آن کس فهمود تشکیلات زمینمان رو گرفتن میخواهد گوید گوی که من گریختم. مایلش خواطر نساد خدا نگهبانت باشد. قربانت شوم ما رو بیخبر نمون. بیا کمی دیگر تو کن زینب. زینب چه شد؟ التماس کمک کنید. به این طرف بخونه کنی بیا. وای خواهرم. زینب خواهرم به تو چی شد؟ بدرم چو پراکنده شوید همه جا را خوابید باید در همین جایها باشم. چو تو دختری دهه آبی کلان هستی همین ترنه؟ بله. از کی میگریزید؟ از دعوای خونی. اپا جان التماس در اینجا بودنمون رو نگوید. مایلش شما به اینجا بگذارید. بیایید زودتر به اینجا بگذارید. در اینجا پنهان شوید. هوایتون رو نبرید. مایلش آن شوهری ابله در کجاست؟ در خانه. بهترا حاضر میفهمیم. کنی گذر گفتم که در خانه نیست. کنی گذر. التماس بس کنید نمیدونم. آن ابله در کجاست؟ به خدا نمیدونم. برآمده رفت. به کجا رفتنش رو نگفت. یعنی نگفت. خیر حاضر میفهمم که دروغ میگویی یا راست. ایتن لبسینم آتش را آماده کن. کنی ببینم چقدر طاقت میکند. زودتر ایتن. میبینم چقدر طاقت میکرده باشی. چو
زیلال با کجا میروی زیلال؟ پسرت دختری مرا دزدیده گریخته است. در کجا پنهان شدند؟ من از کجا دانم حامد؟ تو میدانی زیلال. در کدام غاره که نباشند و آنها گوی که از حامد راهی گریز ندارند. تو جنور رفتیم. آنها را دیگر اصلا نمیابی. این زن را به حالش گذار سینان. تو در اینجا چیکار میکنی دکتر؟ بس نکنیم. این بیچاره چیزی را نمیداند. بله راست میگویی دکتر. او چیزی را نمیداند. مادامی که او چیزی را نمیداند چرا زندگی کند؟ ایتن راگرد رفتیم. دایر اگر این کاری کردن نمیتونم. کسی می آید. کدام به ایمانی به رحم این کار را کرد؟ اسکو بدریو کنی با من ده زود باشید نویسید خبر را بگویم. اسکو بدریو که تو را گوش میکنم. شهید 43 22 43 نویس ایتن کنی دوتر 43 22 43 دوتر گپ زن سینا. نویسید شهید 43 22 43 خداوند او را رحمت کند. شما کی هستید؟ من دکتر دهیاب کلان طاهر. این همسر معلم زینب است. تو دامادی حامد هستی ها؟ در همه جا شما را میکابند. بله. بیچاره ما را پنهان کرده بود. میخواست با ما کمک کند اما ما با او کمک کرده نتوانستیم. پسرم تو یگان نفر را با اختیار خودت شهد کرده نمیتوانی. مرگ و حیات در دست خداوند است. راست میگوید. به فکر معلم بیمار است. بیایید به خانه من میرویم. کمی استراحت میکنید و شما را گوشت میکنم. خدا از شما راضی باشد. از همه امان. نامتون چیست؟ حاج اشرف. چی هست سینان؟ حاج اشرف را قتل میکنیم. جسد رو چیکار میکنی؟ شما رو به خانه برم بعد من خودم حل میکنم. چرا او رو کشتن؟ تشکیلات بعضی زمین ها را از صاحبانشان گرفته به طرفداران خودش بخشیده ایستاده است. این بیچاره زید برآمد. من هم اجازت ندادم. این غارتگرها انصاف ندارند. گرزد بچه‌ها سینا میآید. گرزد زودتر پنهان شوید. وای را گردید. مرحمت درآیید. شما کمی استراحت کنید. من جسد را یک طرف کنم بعد شما را به راه میبرارم. خدا از شما راضی باشد. تشکر. سلامت باشید. تا بازدید.
حاجی بیاید رفتیم ما رو گناهکار نکنم راه گردید چی بخواهید شد؟ بیا زودتر کمک کنید چی بخواهید شد؟ بازی رو کی پرون؟ من نمیدونم سلاح دارا پراندن اکنون چیکار میکنیم؟ بیهوجی چیکار میکنیم؟ من زودتر به ده یادی کلام باید زودتر آقای اشرف را به نقطه کی ببریم بیاید زودتر باش داریم احوال او وسنین است باید زودتر به نقطه کی ببریم طاهر تو به دیگه رفتن نمیتوانی برای چی نمیتوانم آخر او میمیرد زینب تو ایستا تو در اینجا مرا انتظار شو از اینجا نبرو درو به کسی نکشو فهمو با دقت باش برفین خواهری من است که بردیدیم سلام خواهر خوش باشه من به رشید گفتم که یک اتوبوس از نزدیکی دیه شما میگذرد اما کمی انتظار میشوی خرچه ایلاج انتظار میشویم اکنون شما روید اکای رشید از پای کل رویتون شوید اکای بردیدیمی با شما اما التماس از او چشمتون رو نکنید خواطر نشو او را بسیار میکنم خدا از شما روزی باشد اکای رشید اگر شما نمیبودید استغفرالله برفی اصلا تو هم با من کمک کردی دست مادرمان رو ببوس با خدا دیه رو پزمان شدم اما خودت میدونی آخیر خیر در امان خدا بخیر از بچه ها؟ کی را انتظاره؟ بیمارمان را جراحی کرده ایستادند. تو چی ها میگویی؟ در ده دکتر نیست کی جراحی میکند؟ دکتر با ما آمد در درون است. نه چرا برگشتید آقای طاهر؟ مجبور بودم دیلا آخر آقای اشرف رو در دمی مرگ پرداختن نمیتوانم اگر در اینجا بودنتان رو آقای ها میتوانند جراحی را کرده بیمار را به تو میسپارم دیلا بعد زود به نزد زینب برمیگردم التماس زودتر روید میترسم که در اینجا بودنتان رو میفهمند آقای طاهر پدر؟ انکنون با خیزبان مانان شدی؟ پدر به الدو مکتوب اومده است شما نمیدونید کجاست؟ این دیوونه مکتب رو تعمیر میکنم گفتم بیزار کرده است باز معلم شدنش نمیرسید خیزبان جانمه هی ادای چوپان وقتی مکتوب اومده است ها؟ مکتوب؟ کلیگه من رکب را خاتم کردم نشونه خاتم کردم ادای چوپان؟ دیوانه کنه شده ای؟ دم زنگاتو چی شد؟ چی شد؟ خانم قزبان از این پس مرا الدای چوپان نه آقای الدا میگویی مکتب را ختم کردم اکنون با آموزشگاه داخل میشوم با آموزشگاه تشکر جانکم آقای الدا دست ادای چوپان
من دیدن؟ در آخر ختم کردم. من گفته بودم که ختم میکنم. میدونستم. او در اصل جوان زیبا بوده است. چرا تا حال به اهمیت ندادم؟ خیر میبینیم. زمین های نزدیک دیه را هم دیده. از عهده یگان کار نمیبرای حامد. بیشاگی ها با فکرم از دعوای خونین دست کشیده ده؟ ای از پس کار از شو رئیس به این هم تبا خیر است. ای تو چه میگو رئیس؟ آن خواهین گریخت. دخترم را با خودش برده است. ای آقای حامی شیخل گریخت. او در نقطه تیمی جراحی کرده ایستاده است. تو چه میگویی رئیس؟ خدا در هانی رفتیم. آقای طاهر زودتر روید. نماز. آقای اشرف خودتون رو خسته نکنید. نماز میگذرد پسرم. کمک کن پسرم. تا این وقت یگان مراتب نمازم را نگذرانید. نمیخواهم که از روی این بی‌ناموسان وقتی نمازم گذرد. من کمک میکنم. شما روید آقای طاهر. خدا شکر. آقای دکتر احوالش چطور است؟ آقای اشرف خوبم. همشیره آن کس را تابابند میکند. شما میتوانید برگردید، اما در نزدشان یگان نفرامانید. چیکار کردن این بیناموسان معلوم نیست. مالش برادر. بچه ها شما رو رفتیم. تشکر دکتر. آقای طاهر داروهای برای زینب فرموده‌تان. برای کمک هایی کرده تشکری زیادی. دیگر نیسته. زودتر از اینجا روید. خیر. فرار! این در کجا بود؟ فرار! بگرزد! یک طرفی! خود باشد! رو گردان خیفته! فرار بکن! نگرزد! دیلو چی شد؟ چه بخیه؟ گریخت ها؟ او گریخت! خوابت! همه دارم خوابت! خوش آمدی سینان. سردارم مرکز فرمان داده بود باید حاج اشرف میمرد. این کار حل شد سردارم. او مرد. تو همین خیل گمان کردن گیر آن حریف زنده است. نه سردارم خودم پرانده بودم. سینان خبری زنده بودنش تا با ما آمده رسید. دکتر آب کلان حاج اشرف را جراحی کرده نجات داده است. از عهده کار نبرآمدی سینان. اکنون حاجی سوی خس کردن تو را به همه میگوید. تو حجاب بین تشکیلات و خلق را گشادی. سینان مرکز به تو چنان جزایی میدهد که حالا میبینی. سردارم این طور نگوید آخر. ای دکتر همش عیبی توست. این دفعه از من خلاص نمیشوی دکتر. ایتن بیا گوش میکنم. بیا جمع شوی. این بلاهایی به سرم آمده را بین. برفین دخترم اتوبوس آمده است. گذر رفته سوار شو. دو فیلک افغان رو با اتوبوس بار کردم. آماده باش از راه میگیریم.
مایلش خواطر نشوید. ایتین با خودت 2 نفر گرفته زود برا. برای چی سینان؟ 2 فلک روغن را باید سوزانی. مایلش بیاید رفتیم. سفرمان به خطر شود. انشالله خاله جان. اکای رشید برفین در کجاست؟ یولماز؟ من یولمازم. شوهری برفین. برفین بدی هر است. اتوبوس حاضر براه میبرد. فهمیدم. تشکر. طاهر زینب من در همین جویم. خدا را شکر. فکر کردم که تو رو دیگر نمیبینم. خواطر نشو. من خوبم. دختر را با دست گیر. سحر بر وقت برام میبرای. بیا حاضر رویم. دیگر انتظار نمیشویم. اما تو باید استراحت کنی زینب. من رفتن میخواهم. دیگر به جبری پدرم و امکم طاقت کرده نمیتوانم. بیا رویم طاهر. التماس بیا زودتر از اینجا رویم. دکتر کاش نرفته باشد. کاش نگریخته باشد. کلی به من ده. کلی گبزن ایتین. جایمون رو اشغال کردیم سینان. اتوبوس رو انتظاریم. ایتین یکان خطاگی نکنید. اگر خطاگی کنید شما رو زنده نمیگذارم. خوب شد است سینان. دخترم از کدام دهی؟ از دهه آبی کلان. راه تو دراز است. پیاده می روی. خدا تنها چطور می روی؟ خدمت حربی را با آخر رسانیدید ها؟ مبارک شود. تشکر. خدمت گفته می گشتیم. آن هم تمام شد. امام جون در اتوبوس گفت فیلک روغن موندم. چی خیل روغن؟ چی خیل فیلک؟ اتوبوس را داره. نگاه داره. دختر تو چرا میگویی؟ نگاه داره. تو چرا میگویی؟ چرا فراهیم؟ با شما دام گذاشتند آخر. زودتر از اتوبوس پره. چرا میگویی؟ دویدیم بچه آزاد باشه. اتوبوس را برکنم. ایستید. کنازش کنید نجومن. شادر را. نجومن. نجومن پرونه. از جشن نجومن. در مینتون کجاست؟ اونها را فیلیسته میرویم.
خیلی فرایت زودتر فرایت گفتم. چی گفت دخترم؟ ما چه چیز رو نمیفهمم. چی گفت از دخترم؟ چین گفتم ابله. dünya tabi gelse derdim beçare dünya tabi gelse derdim. تا راه کلان چقدر مونده است؟ آنقدر هم نمونده است زینب. تا غروب بیفتاد در راه میشویم. و دیگه با چقدر آرزوها آمده بودم، اما اکنون از اینجا میروم. حسین اینها رو فکر نکن. آها که ها رو میبینم نوخاندارها ماهی اصل رو در کجا گذراندنید؟ چی شد سینا؟ از ما چی میخواهی؟ شنیدم که دختری با عقل با زن دانایش به شهر کوچ میبسته است. ابله مگر از دوای خونی گریختن ممکن است؟ طیراحه تقدیر فیلم سال 2012 در مرکز پرودوسری سیما پرودکشن از ترکی به تاجیکی ترجمه شد.